مجله دین و جامعه نشریه رسمی کمیته دین و تنظیم جشن و عنعنه‌های تاجیکستان روز 16 مارس سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که در عرفه ماه شریف رمضان 32,000 نسخه کتاب قرآن کریم به زبان تاجیکی به نشر رسانیده شده به طور رایگان همچون تحفه پیشوای ملت امام علی رحمان به مردم کشور تقدیم گردید. مجله یادآور شده است که در گذشته نیز در تاجیکستان حدود 200,000 نسخه کتاب مقدس قرآن به زبان تاجیکی نشر و دسترس مردم مسلمان کشور گردانیده شده بود. در کمیته دین به پایگاه خبری بامداد گفتند که این 32,000 نسخه کتاب قرآن با ترجمه تاجیکیش در 3 مرحله، دفعه اول 2,000 نسخه و 3 دفعه دیگر 10,000 نشر شده به دلیل محدود بودن تعدادش اساساً به مسجدها تقسیم کرده شد تا که تمام نمازگزاران از مطالعه ترجمه تاجیکی این مقدسترین کتاب مسلمانان بهره برده توانند. در تاجیکستان که تقریبا 98% از 10 میلیون اهالیش را مسلمانان تشکیل میدهند، در حال حاضر بیش از 4,000 مسجد جامع و 5 وقته عمل میکنند. در کمیته دین گفتند که با دست دادن امکانات مالی، نشر و تقسیم تعداد بیشتر کتاب قرآن با ترجمه تاجیکیش را نیز در نقشه دارند. گفته می شود یک مشکل اساسی برای چاپ تعداد بیشتر این کتاب مقدس کمچیل بودن به اصطلاح کاغذ قرآنی، یک کاغذ مخصوص زرد است که کتاب قرآن معمولا در همین کاغذ چاپ کرده می شود. این نوع کاغذ را به تاجیکستان اساساً از ترکیه میآورند. نشر و تقسیم 32,000 کتاب قرآن با ترجمه تاجیکیش در تاجیکستان در حالی است که مقامات این کشور در گزارش‌های بین المللی برای سرکوب آزادی‌های مذهبی از جمله حقوق مسلمانان، به ویژه برای منع پوشیدن حجاب و ستر، ریدهای مخصوص ضد مردان ریشدار، منع به مسجد رفتن نابالغان و تحت نظارت شدید مقامات قرار دادن فعالیت امام خطیبان پیوسته تنقید می شوند. در دوشنبه این تنقیدها را رد می کنند و می گویند فعالیت بیش از 4,000 مسجد در کشور خود بیانگر آن است که آزادی‌های دینی در تاجیکستان رعایت می شوند.